شما هم تو ذهنتون جایگاهی که دارین رو خیلی وابسته کردین به جایگاه بقیه؟ منظورم اینه که مثلا شده اینجوری بگین که بابا فلانی که خیلی اوضاعش خرابه، مثلا ورشکست شده، من خیلی بهتر از اون حداقل ورشکست نشدم. یا مثلا یکی خودتون با یکی مقایسه کن ببین که بابا فلانی نتونست مدرکش رو بگیره، من خدا رو شکر مدرکمو گرفتم. ولی اون تهش هم ناراضی از این شرط، ولی در مقایسه با کس دیگه، یه جایگاه دیگه، دلت آروم میگیره که اوکی من خوبم. این موضوع ویدیو امروزه. من اینجوری فکر میکنم که ما هر کدوم توی جایگاهی هستیم، از نظر ظاهری، مالی، اجتماعی، شغلی و اینا و تحصیلی حتی، و اینکه کجا هستیم و رضایت داریم یا نداریم رو خیلی وابستش کردیم به دنیای، به تاییدهای بیرونی. اینکه از کجا این موضوع به ذهنم رسید که راجعش ویدیو بسازم، من 7-8 ماه پیش یه کتابی خوندم، اضطراب وضعیت، از آلن دوباتن. یعنی اینجوری هم که تراپی نه مرسی، آلن دوباتن میخونم. تصویر ما از خود بسیار وابسته به تصویر دیگران از ماست. خیلی وقتا اینکه حس میکنیم، اینکه بفهمیم بقیه راجع به ما چی فکر میکنن، مثلا بقیه منو شجاع میبینن، اگه شجاع میبینن اوکی منم خودم رو شجاع میبینم. انگار ما هیچ ما هیچ نظر شخصی راجع به خودمون نداریم. یعنی داریم، ما گم شده اون ها دلمون اینجاش داره میگه هی منم هستم، منم 4 تا جمله انتخاب کردم از کتاب. یکشو گفتم، دومیشو میگم. ما به نشانه‌های احترام از سوی جهان تکیه می‌کنیم تا بفهمیم می‌توانیم خودمان را تحمل کنیم. تا حالا اینجوری حس کردین که مثلا بخواید توی جمعی باشین که فقط ازتون تعریف کنن تا یکم دلتون آروم بگیره؟ چون از درون گفتم اون صدای اینجوری میکنه و یه احساساتو بیدار میکنه که یه چیزی غلطه، نه اینکه تو آدم اشتباهی هستی، تو آدم بدی هستی، نه، فقط اینو نیست که تو میخوای، فقط تاییدای بیرونیه که ولی تو همش چون دنیای دور و بر خیلی شلوغه، اینی که این حس بدم رو اینجوری بپوشونم با این تعاریفون. یه جمله خیلی قشنگ دیگه هم هست: ما به شکی ذاتی به ارزش خود مبتلا هستیم. خیلی خوب. جمله آخر: به نظر میرسد که ما برای تحمل خود اسیر محبت دیگرانیم. با این جملات میتونید ارتباط بگیرین. من فکر کنم خیلی حس مشترکیه بین ما آدم. بچه به نظرتون دلیل علاقه زیاد به پنیر چیه؟ شاید یه چیزی تو بدنم کمه که حوض پنیر میکنم. شوری و خنکیشو دوست دارم تو این هوای سرد. و نوشته بودم که خیلی با ترتیب برم جلو، ولی خیلی قراقاتی شد، مهم نیست. حالا ما بین این سر و صداها که لعنتی رو ریشه کردن تومون، واقعا اون چیزی که من میخوام چیه؟ چیزی که حس واقعی چیه؟ از چت جی پی تی عزیز خواستم که برام 10 تا سوال طرح کنه که منو به خودم نزدیکتر کنه، سوالات خودشناسی که منو به این حس واقعی درونم نزدیکتر کنه، خواسته درونیم. 4 تا انتخاب کردم، میخوام بگم کی بیشتر از همه حس میکنم واقعا خودم هستم. من اگه بخوام به این جواب بدم میگم وقتی که توی هاستلم، وقتی که دارم سفر میکنم، وقتی که توی هاستلم، وقتی که رسپشنم حس میکنم وای این دقیقا کاریه که میخوام انجام. اگر هیچکی منو نمیدید چه تغییر تو زندگی میدادم؟ من جوابی برای این ندارم، نمیدونم. اگر محدودیت زمان و پول نبود چه کاری میکردم؟ مشکل من محدودیت زمان نیست ولی مالی هست. این سوال همیشه برام این ابهام رو داشت که چه کمکی میتونه بهم بکنه. راستش من توی دوره شرکت میکردم، یکی از دوره هاش
راجع به سوال پرسیدن بود، اهمیت سوالات. و ما یه کتاب خوندیم خیلی خوب بود، سوالاتت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند. و خیلی کتاب خوبیه، واقعا بخونیدش، خیلی هم نازک و فوری تموم میشه. ولی این سوال همیشه توی ذهنم بود که وقتی میگه مثلا محدودیت تایم و پول نبود، این یه حسرتی رو به وجود میاره تو دل آدم که بعد اینجوری که خب میدونی میخوای چیکار کنی ولی میفهمی که خب محدودیت مالی دارم، محدودیت زمانی دارم. اینو نمیدونم چه کمکی میکنه، ولی چون تو اون دوره داشتی من نوشتم. این از چت جی پی تی نیست، اینو خودم نوشتم. و سوال آخر، من از چه قضاوتی بیشتر از همه میترسم؟ من از چه قضاوتی بیشتر از همه میترسم؟ که یادم شکست خورده باشم. فکر کنم از این میترسم که مثلا یه روز من کلی مثلا با این همه ادعا که من میدونم میخوام چیکار کنم، برم یه گندی بالا میارم بعد محتاج بقیه بشم، بعد بیام بگن دیدی داشت شرط میگفتی. دوستان اول از کائنات تشکر میکنم چون اینجا سر صدا اکثرا زیاده، ولی الان خدا رو شکر صدای درست سگ و گربه و اینا هست ولی صدای ساخت و ساز نبود خدا رو شکر. و از شما ممنونم اگه تا الان نگاه کردین ویدیو رو. حرفی تو دلتون بود لطفا تو کامنت ها برام بنویسین که یه ارتباطی بینمون شکل بگیره. میدونین خیلی با ارزش تره برای من. صدای جوشکاری میاد. مرسی، خدا نگهدار.